اگر تمام عمرت را صرف دویدن به دنبال خوشبختی کردی، شاید دقیقاً به همین دلیل هنوز به اون نرسیدی. چون یک حقیقت است که هیچ کس دوست نداره بشنوه. خود خوشبختی یک مشکل است. در فصل قبل فهمیدیم که قرار نیست به همه چیز اهمیت بدیم، که انرژیمان محدود است و باید انتخاب کنیم چه چیزی واقعاً ارزش دغدغه شدن را دارد. اما حالا یک سوال بزرگتر جلوی راهمان سبز میشه. وقتی بالاخره فهمیدی به چه چیز باید اهمیت بدی، چرا باز همون آرامیشی که دنبالش بودی سراغت نمیاد؟ حدود 2500 سال پیش در دامانه های کوه های همالیا پادشاهی صاحب پسر شد و برای این پسر تصمیم عجیبی گرفت. او تصمیم گرفت زندگی پسرش رو کامل کند. دیوارهای بلند دور قصر کشید. هیچ رنجی، هیچ دردی، هیچ کمبودی اجازه نداشت به اون پسر نزدیک بشه. هر خواستش پیش از اون که به زبان بیاره برآورده میشد. اما یک روز اون پسر که بعدها او را با نام بودا میشناسیم از دیوارهای قصر بیرون رفت و برای اولین بار درد را دید، بیماری را دید، پیری را دید، مرگ را دید و همان لحظه تمام تعریفش از خوشبختی فرو ریخت. مارک منسون این داستان را برای این تعریف نمی کند که غم انگیز باشد. او این داستان را میگه تا یک حقیقت ساده را ثابت کند. هیچ کس حتی در کاملا محافظ شده ترین زندگی ممکن از رنج فرار نمی کنه. اینجاست که منسون یک شخصیت عجیب و بامزه وارد می کند. پاندای ناامیدی. پاندایی که مأموریتش این است که حقیقت‌های تلخی را به ما بگه که نمی‌خواهیم بشنویم. و مهمترین حقیقتش هم همین است. خوشبختی نتیجه فرار از مشکلات نیست. خوشبختی نتیجه حل کردن مشکلات است. زندگی یک رشته بی پایان از مشکل هاست. مشکل حل میشه، مشکل بعدی از راه میرسه. این چرخه هرگز تمام نمیشه. اما اکثر آدم ها دقیقاً همینجا اشتباه میکنن. اونها فکر میکنن روزی میرسد که دیگر مشکلی نداشته باشن. روزی که همه چیز بالاخره درست شه. اما اون روز هرگز نمیاد و وقتی این رو نفهمیم وارد یک تله میشیم که منسون به اون میگه حلقه بازخورد جهنمی. نگران میشیم که چرا نگرانیم. از خودمون عصبانی میشیم که چرا عصبانیم. بابت احساس بدمون احساس بدتر پیدا میکنیم و هرچی بیشتر تلاش میکنیم از این احساس فرار کنیم بیشتر در اون گیر میفتیم، چون خود فرار کردن تبدیل به یک مشکل تازه میشه. فکر کن به کسی که بعد از سالها تلاش بالاخره به هدفش رسیده. شغلی که آرزویش را داشت، رابطه‌ای که همیشه دنبالش بود و بعد از چند هفته دوباره همون خلا را حس میکنه. نه به این دلیل که اون هدف اشتباه بود، بلکه به این دلیل که فکر میکرد رسیدن به هدف یعنی پایان مشکلات، در حالی که رسیدن به هدف فقط یعنی شروع مجموعه تازه‌ای از مشکلات. حالا باید یاد بگیره چطور اون موفقیت را حفظ کنه. چطور با اون انتظارات تازه‌ای که از اون میرود کنار بیاد. چطور همون آدمی بیماند که قبل از رسیدن به اون هدف بود. و این بد نیست، این خود زندگی است. پس سوال درست این نیست چطور بدون مشکل زندگی کنم. سوال درست این است کدام مشکل رو میخوام برای بقیه عمرم حل کنم. چون قرار نیست هیچ وقت بدون مشکل باشه. تنها چیزی که در اختیار توست انتخاب مشکلی است که ارزشش را داشته باشه. آدمی که برای بدنش تلاش میکند مشکلش خستگی و درد عضله است.
آدمی که برای رابطه‌اش تلاش میکنه مشکل از گفتگوهای سخت و صبر است. هیچ کدام از این مشکلات ناپدید نمیشه. فقط ارزش تحمل کردن دارن. اگر تا اینجا همراهی من بودی، همین الان کانال ابریشم رو سابسکرایب کن. چون قرار نیست فقط یک کتاب بخوانیم. قرار است طرز فکرمان رو از نو بسازیم. اینجا جایی است برای بیدار شدن، نه فقط شنیدن. اما فصل بعد، یعنی فصل سوم کتاب هنر ظریف بیخیالی، مارک منسن یکی از بزرگترین توهم‌های انسان مدرن را هدف میگیره. این باور که همه ما موجودات کاملا خاص و بی‌نظیریم. باوری که به گفته او دقیقاً همون چیزی است که ما را ناراضی‌تر میکنه. و وقتی بفهمی چرا، دیگر هیچ وقت به مشکلاتت همین طوری که تا الان نگاه میکردی نگاه نخواهد کرد. شاید راز خوشبختی پیدا کردن زندگی بدون درد نباشد، بلکه پیدا کردن دردی باشد که ارزش تحمل کردن داشته باشد. اگر این ویدیو برایت مفید و ارزشمند بود، لطفاً لایک کن و نظرت رو برام این پایین بنویس و منتظر فصل سوم باش.